1 برمیگرده. برای ایگور کاسترو به اون نرسید. جلوی شاهین خیری رو میبینید. دیروز در لیگ فوتبال ملوان 0-0 در انزلی با شهرداری تبریز مساوی کرد. شهرداری اولین بازی بدون اکبر میساقیانش رو پشت سر میگذاشت. راهن باز هم با مهدی تارتار به پیروزی های خودش ادامه داد و پاس همدان رو شکست داد. 2-1. صبا هم در حالی که یکیچ از پیکان حمیدعلی دوستی عقب بود 2-1 بازی رو برد. سایپا هم با فولاد پرگل ترین بازی رو. اجازه این بازی رو ببینیم، این نتیجه رو ببینیم، این صحنه رو ببینیم، این صحنه رو ببینیم. توی دروازه گل برای پرسپولیس و هادی نوروزی این گل رو میزنه، میده و میاد به سمت علی دایی. همشون میان به این سمت. رضایی هم هست، زودتر از همه رضاییه که میرسه. نتیجه 1-0 میشه به نفع تیم پرسپولیس در مقابل صدرنشین لیگ و فینالیست جام باشگاه‌های آسیا. میتونن از روحی برای پرسپولیس خیلی مهم باشه این نتیجه. نگاه کنید این ضربه یک هادی نوروزی به توپ زد. واقعا کار آسانی نیست باز کردن دروازه ذوب‌آهن، تیمی که در خط دفاع فوق‌العاده توانمنده. و حالا ببینیم در ادامه بازی چه خواهد شد. پرسپولیس 1 ذوب‌آهن